الان این تانک‌ها قراره بارون بمب روانه این $500,000 کنن و هر مقدار پولی که سالم بمونه رو میدم به بلیک. ولی شانس بهت رو کرده. میخوام کارت اعتباریمو بهت بدم. میتونی هر چقدر بخوای پول خرج کنی که پولا رو از موشکایی که قراره به سمت پرتاب کنی محافظت. یعنی هر چی بخوام میتونم بسازم دیگه؟ هر چی بخوای. فقط 24 ساعت برای این کار زمان داری. پس آهن میخواین بزن بریم پسرا. داره میدوه. داریم چالشو با 2 شروع میکنیم. خیلی خب بلیک، اول قراره کجا بریم؟ میریم انبار زایا. بلیک کل 3 ساعت اولو صرف این کرد که هر چی میتونه آهن جمع کنه تا از پولش محافظت کنه. به نظر میاد آهن داشته باشد، حتی اگه به معنی خرج کردن $30,000 باشه. قطعا اونو میخوام و اون یکی. یعنی همه ماشینایی که اینجاست. آره میتونی چند تا از اون کانتینراتو ببریم پشت. آره این خوبه. به نظرم اگه اینا رو بذاریم روی پولا خوب باشه. از اونجایی که خریدن کل یه فروشگاه کافی نبود، بلیک همین کارو توی 2 تا فروشگاه صنعتی دیگه هم کرد. خب هر چیزی که الان ازتون بخرم و باید تا 12 ساعت دیگه بهم برسه. 12 ساعت آخه نمیشه. 2 برابر بهتون میدم. بله خب واسط میفرستم. چقدر راحت داره پول من خرج میکنه. $15,000. در حالی که منتظر رسیدن وسایل بودیم برگشتیم پیش پول با بلیک. اون نقشه‌شو طراحی کرد. 1 ساعت گذشته رو صرف برنامه‌ریزی کرد. چطوری میخوای در برابر تانک‌ها مقاومت کنی که پولاتون نابود نکنه؟ قدم اول میخوام یه کانتینر بذارم روی کل. راستش خیلی هوشمندانه. دوم تانکرای آب غول‌پیکر. فکر می‌کنی بهترین خط به نظرم خوبه ولی بهتری نیست. قدم سوم کانتینرای یکی از آجر، کاپ و چوب پر شدن. قدم چهارم بهترین خط دفاعیمه. بعدی از ماشینایی که با دقت در زوایای خاصی چیده شدن. بر اساس ویدیوی قبلی که دیدم گلوله می‌خورن به ماشین و مسیرشون تغییر می‌کنه. اگه بتونه همین چیزایی که اینجا می‌بینید رو بسازه، من شخصا برگام بیریزه. خیلی خوب بریم سر کار. از بدشانسی بلیک 4 ساعت زمان برد تا بالاخره وسایل به دستش برسن. پس یه سری کارگر استخدام کرد که توی انجام کارا بهش کمک کنه. دارم یه قلعه میسازم. اگه بمب اتمم بندازیم روش بلایی سر پولا نمیاد. دقیقاً انگار سر ساخت و ساز صنعتی هستیم. اینطور که به نظر میاد بلیک واقعا شانسشو داره که از پولش محافظت کنه. ولی حتی اگه $500,000 از اون تانک‌ها نجات پیدا کنه، اون تانک‌ها فقط مرحله اول از 4 مرحله هستن که بلیک باید در برابرشون دفاع کنه. و باور کنین که هر چی جلوتر بریم چالش برانگیزتر میشه. در ادامه شب بلیک و گروهش سخت کوشانه کار کردن تا از پول محافظت کنن. ولی زمانی که خورشید بالا اومد هنوز کارشون کامل تموم نشده. خیلی خوبه، عالیه. این پول است. تانک‌ها اینجا. این ماشین برای چی اینجاست؟ این انبار وسیله‌ام رفیق. انبار وسایل تو بذار بین پول و تانک‌ها. 10 دقیقه بهم زمان بدی اون ماشین سیدم. فقط 5 دقیقه وقت داری. فکر نمی‌کنم برای هیچ کار دیگه‌ای وقت داشته باشم. وقت تموم شده. وایسین. وقت تموم شده. بندازش پایین. برو عقب. بلیک زمانت رسما به پایان رسیده. به نظر که محکمه. من که فکر نمی‌کنم. 25 ساعتی که نخوابیدم. تمام این مدت مشغول ساخت و ساز بودیم. الان که دارم بهش نگاه میکنم در ظاهر خیلی خوبه، ولی بعدش میچرخم این برای این 5 تا هیولا رو که میبینم، این گلوله ها رو میبینم که پرت میشن. واقعا نمیدونستم انقدر بزرگه. واقعا فکر میکنی که کانتینر بتونه جلوشو امیدوارم 3 تاش بتونه جلوشو بگیره. خیلی خوب وقتشه. تانک‌ها رو پر کنید. خیلی خوب. این 5 تا تانک پولتون نشونه رفتن و قراره 20 بار شلیک کنن. بلیک اولین تیر رو شلیک کن. برو ببینم چیکار کنی. چقدر خاک بلند شد. وای خدا، قیافه‌شو نگاه کن. قیافه بلیکو ببین. امکان نداره پول سالم. فقط 19 تا دیگه مونده نه؟ فقط 19 تا دیگه. چندلر شلیک کن. وای خدا. پسر خیلی داره خوش میگذره. وای خدای من. از اینجایی که هستی 8 تا سوراخ تو کانتینر میاد. آره منم سوراخ رو دارم. امکان نداره پولش سالم بمونه. بگو چه حسی داره. نه بعد از گلوله آخر بگو. آره بیا تمومش کنیم. 5 تا گلوله. 4 تا گلوله. 3 تا دیگه مونده. چقدر پول اونجا داری؟ نیم میلیون. 2 تا مونده. البته بلیک آخرین موشک رو باید شلیک کنی دیگه. با کمال افتخار. بعد از این میبینیم که پولی برات مونده یا نه. داره میدوه. چقدر تون میدوه. پولی مونده یا نه؟ وایسا ببینم. هنوز اونجا. آره بلیک به نظر میاد پولت نجات پیدا کرد. نو هستم. میدونم که خوشحالی، ولی باید بریم به مرحله دوم از 4 مرحله. 24 ساعت دیگه قرار بزرگترین بمبی که توی تاریخ کانالمون منفجر کردیم و کنار پولات منفجر کنیم. میندازینش روش، پرت میکنین سمت پولات. خوشحالم که پرسیدی. برمیگردم. بلیک فکر میکنی تو اون جعبه‌ی سبز چی داری؟ نمیدونم جیمی قیافشون که بذار من جواب بدم. اینجا 100 تا جعبه داریم که تا خرطلاق از TNT پر شدن. تو چطوری اجازه چنین کاری مطمئن نیستم قانونی باشه. در حالی که ما داشتیم بزرگترین انفجار در تاریخ یوتیوب رو آماده می‌کردیم، بلیک برای نجات پولش دست به کار برنامه‌ریزی زد.
قدم اول اینه که باید هر چیز قابل اشتعالی رو از اینجا ببریم. همه چوبا باید برن. قدم دوم تانکرای آب. قدم سوم میخوام کانتینرایی که خریدم رو جابجا کنم و ببرم نزدیک کانتینرای دیگه. بعد مرحله چهارم دیگه فقط دیوار، سیمان و آجر. انفجار از تانک بدتره. قرار از اون گاف صندوقی که منفجر کردی بزرگتر باشی؟ آره، تک تک چیزایی که داخلش بود از بین رفت. اولین بار $250,000 رو توی این ویدیو از دست داد. فکر میکنی تکرارش کنیم؟ نه. از اونجایی که بلیک بیشتر از 24 ساعت نخوابیده بود، کارو داد دست کارگرا تا خودش بره بخوره و کارو اونا تموم بکنه. دارم میخوابم. شب بخیر بچه‌ها. بلیک داره خاموش میشه. از اونجایی که خیلی خسته بود، بلیک بیشتر از چیزی که برنامه‌اش داشت خوابید. خیلی خوب، دیشب و خیلی خوب خوابیدم. الان میخوام برم سر در بیارم که در طول شب چه مقدار از کار انجام شده. حدوداً این که خالیه. یعنی تو مدتی که من نبودم هیچ کاری نکردم. در حالی که فقط 6 ساعت مونده بود، بلیک تلاش کرد با چیزایی که باقی مونده بود و آجر و ماشین نقاط ضعفشو بپوشونه. همه چی داره خوب پیش میره. خیلی خوب. آقای جیمی، قراره چی ببینیم؟ اگه خوب گوش کنی صدای بوق میشنوی. صدای اتوبوس مدرسه است که قراره بیاد دقیقاً اینجایی که وایستادی پارک کنه. تصورم اینه که پر از بچه نیست. اتوبوس کوچولوئه بابا. سوالم این نبود بلیک. اینا شکلاتای فیتبلز جدیدمون هستن با تمام بسته‌بندی جدید. میخوای امتحانش کنی بلیک؟ آره. دارم از محصولاتمون استفاده میکنم که حواسشو پرت کنم که ندونه اتوبوس رو کجا پارک واقعا کنه. میگم این از همه بقیه ها بهتره. از همه بقیه قول میدم. کسی یه تیکه شکلات میخواد؟ او ببینم تو ویدیو بود. ای بلیک 5 دقیقه تا بوم. 10 دقیقه لازم دارم. لطفاً 5 دقیقه. 4 دقیقه وقت داری. داداش داری بهش راه میپاشی. حس خوبی داره. بعید میدونم موفق باشن. رسما از روی ماشینا میام پایین. 90 ثانیه دیگه براشون مونده. بیلینگ وقتت داره تموم میشه. برو زود باش. برو. آی ساعت 5. وایسی ببندش. آی بلیک ببندش وگرنه از پولا کم میکنم ها. بیایم بریم تو پناهگاه. به یه مو برمود که توسط تانکا نجات پیدا کردی. بذار ببینم میتونین دوباره تکرارش کنی. اجازه بدیم خورشید بره پایین. یه کمی تاریک‌تر بشه. این بزرگترین بمبیه که تا به حال منفجر کرد. اولین بمبیه که قراره ببینم. بلیک استرس داری؟ آره بابا دارم عرق میریزه. این دکمه فعال سازی. انا بسله؟ آره بسله. درست کار. 17 خودرو، 6 تانکر آب، 4 تا کانتینر و $500,000 در معرض خطر. حالا بیاییم ببینیم با دست پر میری خونه یا دست خالی. هر وقت حاضر بودی بگو بلیک. 3 2 1. مامان دوست دارم. وای خدای من، شعلاش خیلی بزرگه. بریم خاموشش کنیم؟ قبل از اینکه بریم خاموشش کنیم داریم یه مقدار وقت تلف می‌کنیم. خیلی ببینیم داریم میسوزه یا نه. وای نه. وای اونجا آتیش گرفته. خدای من. مراقب این باش. از رو پولم اون چرا هنوز داره میسوزه. بلیک داره کیسه‌ایش رو جابجا میکنه. خواهش میکنم خاکستر نباش. چی میبینی؟ رنگ سبز میبینم. وای خدا چون خاکستر. آره. خاک زیادی روش ریخته. ولی آره به نظر میاد نجات پیدا کرده. میدونستم. بلیک تو رسما مرحله دوم از 4 مرحله چالش رو پشت سر گذاشتی. میخوای بدونی این چالش بعدی چیه؟ آره. خیلی خوب بلیک، برای چالش سومت میخوایم ماشینای مشتعل پر از گازوئیل رو پرت کنیم روی پولت. میشه بگی چند تا ماشین قراره پرت کنیم؟ خیلی؟ این سخت‌ترین مرحله تا این لحظه است. بلیک نه تنها باید در برابر حمله‌ای که از آسمون بهش میشه مقاومت کنه، بلکه باید پولش از گازوئیل قابل اشتعالی که از درز دفاعیش نفوذ میکنن محافظت کنه. بعد از اینکه ماشینا رو انداختیم یه سورپرایز دیگه داریم. موفق باشید. میخوام کانکسی که پول توشه از بتون پر بشه. اون کانتینری هم که اونجاست رو هم میذاریم بالای پولا. از اونجایی که بلیک چند روز گذشته رو به سختی کار کرده بود، بلافاصله رفت بخوابه و بیشتر کارشو گذاشت برای روز بعد. و با وجود اینکه به نظر میاد اعتماد به نفس زیادی داره، این چالش ثابت کرد از هر چیز دیگه‌ای که تو این ویدیو باش مواجه شده سخت‌تره. کار درست بلیک.
خیلی خوب، روز 4 حس میکنم زامبی شدم. میخوایم کانتینر اضافه‌ای که دارم و بذارمش بالای بقیه‌شون. حالتی که نوک تیزش به سمت بالا باشه و حالت هرم به چیدمان بده. اینطوری ماشینا میخورن بهشون نابود میشن و میافتن، ولی نه روی پولا. باید هرچه سریعتر اون کانتینر رو بذارم اون بالا، چون داره نگرانم میکنه. باید این کارو انجام بدم. در طول چند ساعت بعد بلیک از تمام توانش استفاده کرد تا کانتینر رو در زاویه‌ای قرار بده که ماشینا رو دور کنه، حتی اگه به قیمت استفاده از سازهای چوبی برای مستقر کردن. اگه کانتینر الان دقیقاً اونجایی که میخوام قرار نگیره، من احتمالاً بخش زیادی از پول از دست میدم. موفق شدیم. حس خیلی خوبی بهش دارم. خب حالا تانکر آبو باید بیاریمش اینجا و اونو با آجر پر کنیم. بعد میخوام آخرین ماشینی که دارم رو برداریم و بذاریمش اینجا. همه اینا رو میپوشونه. یه نقشه حسابیه پسر. چیزی که بلک نمیدونست این بود که میخواستم یه چالش جدید اضافه کنم. میخوای بدونی که چالش جدید چیه؟ آره، خب دنبالم بیا. پرچمی که اونجاست میبینی؟ اون منجنیقه. همینطور که ماشینا دارن میافتن پایین، توپای بزرگ آتشین از کنار به طرفش پرتاب میشه. من به 1,000,000 چیز مختلف فکر کردم. مثلا فکر کردم سمت منجنیق نرم. من ابزار دیگه ای ندارم، چیزی در طول ندارم. ساعت پایینی بلیک تلاش خودشو کرد تا نقاط ضعف قلعه‌اش رو پوشش بده. با این وجود همچنان جای نکته کلیدی خالی بود. کامین آبی که صبح فرستاده بود تا پر بشه خیلی دیر کرده بود. فقط 90 ثانیه وقت داره. خیلی خوب، برو بریم. مثل همیشه بلیک تا دقیقه 90 داره میدونه. 60 59 58 54 داره قبل از سقوط ماشین همه چیزو با آب خیس میکنه که مطمئن بشه پولش از آتیش در امانه. 30 ثانیه دیگه زمان داری. واقعا فکر میکنه این جلوی آتیشو میگیره بلیک؟ آره معلومه پسر. 3 2 1 بندازش. فقط به خاطر همین کارت در مرحله آخر بخششی در کار نیست. میدونستی می‌خواستم این کارو این کارت بکنم. عملی بود. وای پسر، لحظه برخورده. اون عوضی رو ببین که چقدر بالاست. این ماشین اول از بین 5 خودروی سوزانی که قراره پرتاب کنیم در کنار 5 توپ آتشینی که با منجنیق قرار پرتاب کنیم. خب حاضری بلیک؟ بزن بریم پسر. آتیش رو روشن کن. وای! حالا بندازش. نه نه خدا نه. وای وای. صبر کن، الان همه چی داره آتیش میگیره. ماشین سوزان با موفقیت از روی کانتینر پرت شد پایین. با این وجود چوبی که بلیک برای ساخت و ساز ازش استفاده کرده بود خیلی سریع آتیش گرفت. پسر چه اتفاقی داره میفته آخه؟ چی شد یهو؟ بلیک چی اونجاست که اینطوری داره میسوزه؟ نمیدونم، حتی نمیدونم باید چی بگم. این سقف کانتینر چی بود؟ خیلی خوب، یکم چوب اونجاست. بیاین چشش نزنیم، بزنم به تخته. چوب گذاشتی روش؟ با اینکه میدونستی ماشین مشتری می‌خوایم پرتاب کنیم روش؟ باید ازشون استفاده کنم دیگه. خوشبختانه بلیک پولشو بین بلوک‌های بتونی قرار داده بود. پس احتمال زیادی وجود داره که پولش نسوخته باشه. و از اونجایی که داریم به بهترین قسمت ویدیو میرسیم، مشخصه که می‌خوایم در مورد اکورد براتون توضیح بدیم. کارت اعتباریشون بهتون کمک میکنه پولتون رو بیشتر کنی، نه که فقط خرجش کنی. 1 ثانیه دیگه براتون بیشتر ازش میگم. پرتاب کن. اکاونتس به تازگی کارت اعتباری جدیدی رو معرفی کرد که با همکاری دوان جانسون ساختنش. بالاترین ویژگی این کارت اعتباری اینه که هر بار باش خرید میکنی به طور خودکار قیمت رو رند میکنه و اما به تفاوت تو براتون سرمایه‌گذاری میکنه. باورتون بشه نه پول شما هم مورد حمله است، شاید نه توسط توپای مرگ بر مشتری، بلکه با قبوس و خرج کردن و تورم. و به همین دلیله که وقتی پولتون رو خرج نمیکنین توسط دو تا از بالاترین API موجود به کار گرفته میشه. چندلر میدونی AP یعنی چی؟ یعنی میتونی از پول در برابر قبوز و تورم محافظت کنی، فقط با بیشتر کردن پول، اونم فقط با داشتنش روی حساب بانکی. بلیک حالت چطوره داداش؟ حالت خوبه؟ داره یادم میاد که باختن این چالشا چی رسید. وای مستقیم روی پول. از زمان ثبت نام اکانتس و من بهتون $20 میدیم که از اونجا رشد پولتون رو شروع کنید. به آدرس accounts.com/mrbeast. ببینید که یاد بگیرین چطور میتونین کاری کنین که پولتون براتون کار کنه. روشنش کن. بندازش. ماران آتیش تا خود صبح ادامه داشت و همینطور که آتیش بزرگتر میشد وضعیت پول بلیک بدتر و بدتر میشد. نه آتیش 1 ساعت و نیم به طور مداوم شعله میکشید. یا همش هست یا هیچی ازش نمونده. اینجا یه سری ستون چوبی میبینید. سهواً یه آتیش صحرای گول پیکر درست کرده. فکر میکرد داره قلعه درست میکنه ولی در واقع داشت کوره درست میکرد. احتمالش هست که بتون پول حفظ کرده باشه. بلیک لحظه موعوده. بلوک‌های بتونی از پول محافظت کردن یا اینکه آتیش زیادی بزرگ. وای خدای. وای نه. وای. همش نابود شده. وایسا صبر کن. پولا کباب شد. این تو 1000 درجه است. بیا رو راست باشیم بلیک. از بین رفته. همونطور که دیدین بیشتر پولا اینجوریه. یه باخته دیگه. درد این یکی از لیزر خیلی بیشتره.
دردناکترین قسمتش اینه که این همه تلاش کردم و آخرش هیچی. آره خیلی زداله. چالش رسما تموم شده. قبل از اینکه بری بلیک، برات 2 تا پیشنهاد دارم. یا میتونی با $100,000 از اینجا بری، یا که یه فرصت سوم و آخری برای حضور تو این ویدیو چالش دیگه هم بهت خواهم داد. خیلی خوب برمیگردم. آفرین. فرصت الان بلیک برای برد اینجا قرار میگیره، ولی تا فوریه بارگذاری نمیشه. بعید میدونم که من و مخاطبا و هیچ کس دیگه ای طاقت باخت تو برای بار سوم داشته باشه. تا اون موقع میبینم تو.